یه کمی هیجان لابلای یه تجربه اکشن یا شوتر حسابی بد نیست. اینکه حس ترس به جونتون بیفته و دائما این استرس رو داشته باشید که ممکنه یه چیزی از تاریکی یا هر نقطه‌ای که انتظارشو ندارید به سمتتون بیاد بهترین قسمت یه بازی ترسناکه. کلا میگن چیزی که شما رو نمیکشه قوی ترتون میکنه. واسه همین با ویجیاتو و ویدیوی این هفتمون همراه باشید تا بهترین بازی‌های ترسناک موبایلی رو بهتون معرفی کنیم. شماره 1 Into the Dead 2 زامبی سروایول. Into the Dead با سبک جدید و گیم پلی خلاقانش خیلی سریع ترکوند. تونست مرز 100 میلیون دانلود رو رد کنه و تبدیل بشه به یکی از بهترین بازی‌های ترسناک برای موبایل. Into the Dead 2 میخواست موفقیت‌های نسخه اولش رو تکرار کنه، اما حداقل از نظر آمار و ارقام که حتی نزدیکش هم نشد. بازم یه بازی رانر نامحدود داریم که اکشن هم قاطیشه. شما تو شهری که زامبیا تبدیل به خرابش کردن شروع به دویدن میکنید. هر کسی که جلوتون بیاد و میزنید و واسه این کار کلی اسلحه مختلف و یه سری نیروی کمکی مثل یه سگ دارید. بازی یه بخش داستانی هم داره که اتفاقا پایان بندی های مختلفش باعث میشن چند بار برید سراغش و هر بار سعی کنید یکیش رو امتحان کنید. در کل بازی کلی محتوا داره، زیاد پیچیده نیست و از نظر ترسناک بودن هم جالب از آب در اومده. اگه خواستین Into the Dead 2 رو تجربه کنید میتونید رایگان و راحت رو اندروید یا iOS دانلودش کنید. شماره 2 سری بازی های دروم. طرفدارای بازی‌های پازل و معمایی حتما اسم دروم رو شنیدن. این بازی‌ها به خاطر پازل‌های سخت و چالش برانگیز و طراحی بصری فوق‌العاده‌شون شناخته میشن. البته این وسط یه خط داستانی ساده‌ای هم وجود داره که زیاد مد نظر ما نیست، اما برای یه بازی پازل کفایت میکنه. در واقع دروم زمانی عرضه شد که تازه بحث اتاق فراره و فیلمای سا داغ بود. شما توی فضای تاریک و ناشناخته گیر افتادین و واسه اینکه بتونید فرار کنید باید معماهای پیش روتون رو حل کنید تا با پیدا کردن آیتم‌های مورد نیاز بالاخره از شر این فضای دلهره آور و آدمی که دائما شما رو تحت نظر داره خلاص شید. این وسط بازی برای بهتر القا کردن حس ترس از موسیقی و صداگذاری هم به بهترین نحو استفاده کرده. برای دانلود دروم از فروشگاه پلی استور یا اپ استور باید هزینه پرداخت کنید، پس بهترین راه مراجعه به وبسایت‌های ثانویه است. شماره 3 Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's زاده مغز مریض یه بازیساز نابغه به اسم اسکات کاسنه، کسی که تک نفری و با تکیه به ایده فوق‌العاده‌اش ساخت بازی‌هاش رو شروع کرد و خیلی سریع اون رو تبدیل کرد به یکی از محبوب‌ترین فرانچایزهای ترسناک دنیای گیم. شما به عنوان نگهبان شب دوربینای مداربسته رو چک می‌کنید تا حواستون به ربات‌هایی که اصطلاحاً انیماترونیک معرفی میشن باشه. باید به صداها، شارژ باتری، باز یا بسته بودن در و از همه مهمتر یه جعبه موسیقی که ربات‌ها رو آروم نگه می‌داره توجه کنید. هر ربات رفتار خاص خودش رو داره و تو هر مرحله هم ربات‌هایی که باید باهاشون سر و کله بزنید متفاوت میشن. در نهایت اگر بتونید تا 6 صبح دووم بیارید شیفتتون تموم میشه و مرحله رو میبرید. اگه نتونستید منتظر یه جامپ اسکر حسابی باشید. 5 تا اپیزود از Five Nights at Freddy's برای ویندوز و موبایل منتشر شده که خب باید هزینه‌شون رو پرداخت کنید، اما اگر خواستید میتونید یه سر به سایت‌های ثانویه بزنید تا بتونید رایگان دانلودشون کنید. شماره 4 سری بازی‌های The Walking Dead Telltale. استودیو تلتیل سبک کلیک و اشاره رو با بازی‌های فوق‌العاده‌اش مثل سری The Walking Dead برداشت و چند مرحله بالاتر برد. کم کم این بازی‌های اپیزودیک و داستان محور کلی مخاطب پیدا کردن و بعد از ویندوز و کامپیوترهای شخصی به سمت موبایل و سیستم عامل‌های اندروید و iOS سرازیر شدن. The Walking Dead ایده اصلیش رو از کمیک بوک و سریال تلویزیونی به همین اسم که همین الان هم در حال پخشه گرفته. تو هر بازی شما باید 5 تا اپیزود یا خط داستانی رو تموم کنید و تو همین گیرودار سعی کنید خوراک زامبی های گشنه‌ای که تو خیابونای شهر ول میچرخن نشید. گیم پلی بازی یه سری المان جذاب و سرگرم کننده مثل پازل، ماجراجویی و غیره هم داره و صرفاً اکشن نیست. بازی بر اساس داستان و موقعیت هایی که شما رو داخلشون قرار میده تلاش میکنه تا حس ترس رو بهتون القا کنه. کلا اگر با تم زامبی و بازی های این سبکی حال میکنید The Walking Dead Telltale میتونه با 5 قسمتش حسابی سرگرمتون کنه. شماره 5 The Defect 2. The
دد افکت 2 یه بازی علمی تخیلی با یک کمی درونمایه ترسناکه که تجربهش هیجان انگیزه و میتونه کاربراشو در عین ایجاد یه فضای دلهره آور با یه شوتر اول شخص جذاب سرگرم کنه. شما میتونید از بین 3 تا پروتاگونیست بازی یکی رو انتخاب کنید و بعد وارد بازی شید. در حین پیشروی کلی انتخاب متنوع واسه تجهیز شدن با زره‌ها، اسلحه و یه سری ایمپلنت مخصوص واسه بدن دارید که به مرور زمانم میتونید ارتقایشون بدین. تموم کردن بخش داستانی دد افکت 2 بیشتر از 20 ساعت طول میکشه و تو این مدت از محتوای سرگرم کننده و گرافیک فوق‌العاده اون حسابی لذت میبرید. دد افکت 2 واسه اندروید و آی او اس رایگانه، اما یه سری پرداخت‌های در اون برنامه‌ای هم داره که میتونید نادیدش بگیرید و به کار خودتون ادامه بدین. خب معرفی بهترین بازی‌های ترسناک واسه موبایل هم تموم شد، اما شما میتونید به صورت هفتگی آیتم ویدیویی موبایل ویجیاتو رو از طریق سوشال ها یا وبسایتمون دنبال کنید. حتی تو قسمت نظرات بهمون درباره پیشنهاداتتون بگید، چون ممکنه هفته بعد بریم سراغ همون و معرفیشون کنیم.